طبق طلبات برنامه دولتی عملی نمودن تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی در مؤسسه تحصیلات عمومی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2022 میبایست دوام این سالها مشکلات کامپیوترکنونی کاملا طریق برنامه مذکور از بین میرفت، اما مهلت برنامه 6 ماه پیش به آخر رسید و از اجرایش خبری نیست. مربوط به همین مسئله صحبت با متخصصان بخش‌های مرکز تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی نزد ریاست معارف ولایت ختنان داشتیم. سبب اجرا نشدن با پورگی برنامه تکنولوژی اطلاعاتی این در صلاحیت خریداری طبق همین قرار حکومت جمهوری تاجیکستان خریداری کامپیوترها و تخته الکترونیکی این در صلاحیت به واسطه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ناحیه‌ها وابسته کرده شده بودند. در اساس طلبات برنامه در شعبه معارف و مؤسسه‌های تعلیمی ولایت طی 5 سال میباید 19580 عدد کامپیوتر، 1207 عدد تخته‌های الکترونیک خریداری میشد. حالت امروزه باشد در این دوره 8678 عدد کامپیوتر، 1013 عدد تخته الکترونی خریداری شده است که این با طلبات برنامه و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان جوابگو نیست. البته ما مکتوب‌های رسمی به نام رئیسان شهر ناحیه‌ها برای اجرا نکردن این روند کامپیوتر کنونی در مؤسسه تعلیمی ارسال گردیده بودیم. از پیشنهاد برنامه 5 سال سپری گردید و حداقل 50% اجرا نگردیده است. مسئولین باشند نسبت این مسئله به اهمیتی ظاهر نموده برای حل این مشکلات موجوده دیگران را مسئول می‌دانند. برای روشنی انداختن این مسئله خواستیم نظر متخصصان یکی از ناحیه‌های ولایت ختنان ناحیه کوشانیان را پرسان شویم. سردار مرکز تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی ناحیه کوشانیان در صحبت چنین گفت: 15 عدد در عموم مکتوب کردگی، مکتوب با خود مؤسسه تعلیمی تکرار به تکرار، مکتوب برای تعمیر با مؤسسه تعلیمی، مکتوب برای خریداری کردن کامپیوتر با مقامات ناحیه، برای وسط مالی ناحیه. خریداری کامپیوتر در با عهده مرکز تکنولوژی اطلاعاتی نیست، فقط ما نقشه بندی میکنیم، مکتوبو میکنیم با مقامات با ریاست مالیه و خود مؤسسه تعلیمی. طبق اطلاع مرکز تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی در ولایت ختنان، سبب اساسی اجرا نگردیدن نقشه برنامه از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های ولایت سری وقت جدا نگردیدن مبلغ برای خریداری کامپیوتر و تخته‌های الکترونی میباشد. با همگان معلوم است که طی سالهای اخیر در مؤسسه‌های عالی تا میانه مشکلات نرسیدن آموزگار و متخصصان خوب کاردان به نظر میرسد. در مرکزهای تکنولوژی اطلاعاتی کمیونیکاسیونی نیز از نبودن یا کم بودن متخصصان بلند اختصاص تنقیصی میکشند. خیر هست متخصصایی که مثلا در سطح جمهوری خرید پیجا گرفتن اصلا از مکتب بود 3 مکتب مون 4 مکتب متخصصایی که برنامه‌سازی را کار میکنن در کامپیوتر، اما کامپیوتری که برای برنامه‌سازی لازم است ندارن. اون از خودش فقط برنامه وارد کار میکنه. متخصصا دانشجو بسیار است، تا جوان برای جلب آموزگاران حرفه‌ای مسئولین این نهاد را ضرور است که راه‌های هوسمندگردانی را بیشتر راه اندازی نماید تا درس‌های عملی فن تکنولوژی اینفورماسیونی بدون آموزگار صورت نگیرد. در جمهوری تاجیکستان یکی از طلبات کنسپسیای گزارش به تحصیلات رقمی پیوستگی به شبکه‌های اینترنتی در تشکیل نمودن صنفخانه‌هایی که دارای شبکه‌های داخلی و اینچنین تشکیل کتابخانه‌های الکترونی میباشد. متاسفانه از جانب مسئولین ساحه این مسئله تا حال حل خود را نیافته است.